طاهر و زهرا بود نبود، یک پادشاه بود و یک وزیر. هر دو فرزند نداشتند. فقط وقتی که موی سرشان ماش و برین شده سینشان به یک جا رسید، زنهایشان امیدوار شدند. شاه و وزیر خرسند شده زود زود بزم و ضیافت می آراستگی. هر ماه یک بار دو بار به شکار می رفتگی شدند. روزی در یک دره کوهسار شکار می کردند که وزیر آهوی در گذری را دیده از عقیبش اسب راند. آهو با عذاب می گریخت. وزیر نشان گرفته تیر پراندنی شده دید که شکم آهو کلان. آهو حامله دار بود. زن من هم همین بر این دو جان است. خوب نمی شود اگر من مادر و فرزند را نابود کنم. گفته تیر نپرانده پس گشت. پادشاه حیران شده پرسید: ای وزیر، چرا از چنین صیدی دست کشیدی؟ وزیر سببش را گفته داد. کاری خوب کردی، گفت پادشاه، کاری ثواب کردی. شاه و وزیر آن روز یک چند کوک زده پر کنانده کباب پزانده خورده نشسته بودند که پادشاه آهوی حامله دار را به خاطر آورده به وزیر گفت: دوست عزیز، سالهاست که تو با من یار و برادر بر این خدمت میکنی. به این خاطر من قرار دادم که اگر زنهای هر گمان پسر زایند کاری باید بکنیم که آنها مانند من و تو دوست جانی باشند. اگر زنی تو دختر زاید، دخترت کلین من. اگر زنی من دختر زاید، پسرت به جای من پادشاه و دخترم کلینی تو می شود. این گپها از تگ دل وزیر بودند. وی خرسند شد. هر دو عهد و پیمان بستند. روزی دیگر خبر رسید که چشم زنهای وزیر و پادشاه روشن شد. وزیر پسردار شد و پادشاه دختردار. وزیر بسیار خرسند شده شکر 100 بار شکرگویان است دوانده به خانه اش آمد. به خانه اش آمد و پسرک نوزادش را به دست گرفته بوسه کرد. به دیده اش مالید: چه خوشبختی است که در زندگی ام روی فرزند را می دیدم. گفته پسرش را برداشته به نزد پادشاه روان شد. پادشاه این زمان از شکار برگشته بود. وزیر در یک دستش پسرچه‌اش، به دست دیگرش دختری و پارچه های زرباف پیشانیده پادشاه را گرفته بوسه کرد و پسر را طاهر و دختر را زهرا ناماند. سالها می‌گذشتند و طاهر و زهرا کلان می‌شدند. آنها همیشه در خانه و کوچه، در سر دسترخوان، هنگام سیر و گشت در چارباغ دلاویز پادشاهی همراه بودند و وقتی که به سن مکتبخوانی رسیدند هر دو را به یک مکتب دادند. پادشاه به وزیر چون با خدای خود مهربان بود و این حالت به نهاد دشمنان وزیر پدر طاهر آتش رشک و حسد را فروزان کرد. دلی چون تگی دیگ سیاه آنها لبریز زهر و کینه شد. کار به جای رسید که نزد پادشاه درباره وزیر و پسر او بدگویی‌ها کردند و گفتند: ای پادشاه معظم، دختری در حسن بی همتا و در عقل و دانش بی نظیر شما سزاوار پادشاه است که به شرافت او ملک وسیع، دولت، پر اقتدار و شهرتمند خواهد شد. این گپ‌ها و پادشاه به اثر نماندند. وی در این باره بسیار فکر و خیال میکردگی شد. رفته رفته دل او از وزیر خنک شده در قصد نیست کردن او افتاد. یک روز وقتی شکار، تیر یکی از قریبان پادشاه خطا خورده بین دو شانه وزیر را شکاف کرد. همان لحظه چشمان وزیر پوشیده شدند و او دیگر روی فرزندی مانند جان و دل عزیزش را ندید. پادشاه در نزد مردم خود را موسیچه بیگناه نشان داده جسد شخصی یک وقتا دوست جانی خوانده اش را با دبدبه تمام به خاک سپاریده عزا گرفت. این زمان در بالای لب طاهر موی نوسبز سیب سیاه دود میکرد و در شخص او جوان نازنین و زیباقامت به بلاغت می رسید. مرگ ناگهانی پدر همه گونه خیالهای جوانی را از سر او دور انداخت. فقط عشق زهرا مانند گلی دلافروز و تراوت در دل او طغیان میکرد. پادشاه این را میدانست. بنابراین به بلاغت رسیدن و از روی آداب نبودن عاقبت واخوری‌های طاهر زهرا را بهانه کرده فرمان داد که آنها دیدار بینی را منع کنند. فرمان پادشاه را اجرا کردند، اما طاهر طاقت جدایی نبود. وی به امید دیدار زهرا گرداگرد قصر پادشاه میگشت و خطاب کنان میگفت: نظر به حال مایان کن، نقاب از روی پریشان کن، رخ خود را نمایان کن، شب جانم فدای تو. اما از زهرا صدا نشنیده با درد و الم نوحه میکرد: ای بت نازنین من،
دست من است و دامنت، سرویس و منبرین من دست من است و دامنت، باری غمت به گردنم دست من است و دامنت، جان من است در گداز دست من است و دامنت، دردی دلت بکن تو باز دست من است و دامنت. سرودی دلخراش طاهر به گوش آدمان می رسید. در اطراف او جمع شده به جوانی نامراد اظهار همدردی کرده پادشاه بیرحم را که سر وزیرش را گرفتار چنین حال سخت ساخته بود ملامت می کردند. شمع من است روی تو، می سرود طاهر، عمر من است موی تو، یاد من است کوی تو، دست من است و دامنت، قبله من سرای تو، قبله من هوای تو، رویم و خاک پای تو، دست من است و دامنت. عهد و وفا نمی کنی، ترک جفا نمی کنی، به ما نگاه نمی کنی، دست من است و دامنت. این هنگام پادشاه به تخت زرین نشسته وکیلان یکی از ظالمترین و زورترین شاهان زمان خود سیه بهادر را انتظاری می کشید. دیری نگذشته وکیلان هم آمدند. نامه پادشاهشان را به دست او دادند. منتظر جواب شدند. در نامه نوشته شده بود: چند سال این طرف فرستادگان من در این عالم گشته برای من عروسی موافق می جستند. در هیچ جا دختری مثل دختری تو پیدا نکردند. بنابراین من قرار دادم که دختری تو را به زنی گیرم. اگر راضی شوی با خوش و خرسندی خویش می شویم، اگر راضی نشوی به جنگ تیار شو. پادشاه این خط را خوانده به فرستادگان سیه بهادر گفت که 2-3 روز نگذشته جواب نامه را می فرستد. سپس پادشاه وزیرانش را پیش خود خوانده مصلحت پرسید. وزیران همه با یک آواز گفتند که سیه بهادر پادشاه توانا و بزرگ است. شما را جز رضایت دادن و او علاج دیگری نیست. این مصلحت منتهای دل پادشاه بود. او وزیرانش را جواب داده دخترش زهره را جیغ زده آورانید. دختری عزیزم، گفت، تو را مبارکباد میکنم. زورترین پادشاه عالم سیه بهادر به تو خواستگار فرستاد. تو خوشبختی که زنی پادشاه بزرگ میشوی. زهره لرزید، سرخ شد، کبود شد. نه گفت، من غیر از طاهر به کسی دیگری نمیرسم. من او را دوست می‌دارم، با جان دل دوست می‌دارم. به او زندگی بر من حرام است. پادشاه خشمگین شده گفت: عقلت را به کار انداز دخترم. طاهر که یک بی پدر است، او ناخن پای سیه بهادر را برابر شده نمی‌تواند. او را از خاطرت برار. رحم کنید پدری عزیز، گفت زهره. طاهر به جان من برابر است. اگر خواهید که دخترتان بدبخت نشود از نیتتان گردید. پادشاه گپ این دختری گدایی‌اش را شنیده به اندیشه افتاد و گفت: خیر دخترم، تو را من فکر میکنم. زهره رفت. پادشاه وزیرانش را پیش خود خواند. وی به آنها مضمون گفتگویش را با دخترش گفتند. طاهر را نزد زهره بد کرده نشان دادن لازم و بعد از پایتخت راندن. زهره دلش خنک می شود و به عروسی سیه بهادر راضیگی می دهد. بهترش طاهر را جیغ زده نصیحت کنیم، بگوییم که از راهش گردد. پادشاه وزیرانش را جواب داده طاهر را نزد خود خواند. دل طاهر از التفات ناگهانی پادشاه لبریز امید شد، ولی سخنان پادشاه را شنویده تربوز از بغلش افتاد. پادشاه به او گفت که از زهره دست کشیده از شهر برآمده رود. نه، گفت طاهر، تا جان در بدن دارم دست من و دامن زهره. خیال خام را از سرت دور کن. امر کرد پادشاه. طاهر در غضب شده گفت: تو ظالمی، پدر مرا کشتی، مادر بیچاره‌ام را بیوه و فرزند یگانه او را یتیم کردی. اکنون میخواهی من به گپ تو در آمده ترک عشق کنم. خوشبیره را خام شمرده ای. پادشاه این سخنان را شنیده فرمان داد که دست و پای و چشم طاهر را بسته به جای دوری برده پرتویند و اگر یگان روز برگشته آید به شهر راه ندهند. بعد از این پادشاه یک کمپیر زال را به پیش دخترش روان کرده گفت: رفته به دخترم گوی که طاهر در حق من و وی ناسزاها گفته ما را دشنام‌ها داده برآمده رفت. کمپیر این گپ‌ها را برده به زهره رسانید. زهره که به هر خبری درباره طاهر بی‌صبرانه انتظار بود، سخنان کمپیر را شنیده اول از طاهر رنجید، بعد خصلت‌های طاهر، مهربانی‌های او، دوستی‌اشان از بچگی را به خاطر آورده شبهه کرد و قرار داد که تا حادثه به سرش نآید به محبوبش صادق خواهد ماند.
پادشاه باشد طاهر را از پایتخت رانده خاطرجمع شده و سیح بهادر نوشت که خوشوقت است، دخترش را به بزرگترین پادشاه عالم خواهد داد. سیح بهادر نامه را گرفته خواست زهرا را بیند. روی چون ماه تابان، قامت موزون و چشمان شهلای پرجاذبه او را دیده خوش از سر سیح بهادر پرید و در دل سیاهش محبت لانه گذاشت. به عوض این دختر نازنین گفت او به پدر زهرا هر چی میخوای از من میگیری. پدر زهرا خرسند شده گفت برای من همینش بس است که شما بر این یک پادشاه عالم و سلطان معظم دامادم میشوید. به اندازه سرفرازم من. این سخنان دل زهرا را چنان تیر زهرآلود بسوزاند. این خیل نمی شود، فریاد کرد و من طاهر را دوست می دارم. طاهر برای من از جان شیرین تر است و گرامی تر از جهان. پادشاه گفت طاهر تو را دوست نمی دارد. از تو دل کنده برآمده رفت. باور نمی کنم گفت زهرا. طاهر این خیل آدم نه. سیح بهادر که از عشق زهرا و طاهر خبر نداشت سخنان او را شنیده گفت این طور باشد من 40 روز منتظر می شوم. باور دارم که در این مدت زهرای نازنین از طاهر و از محبت خود به او بیزار شده ملکه دلارامی من می شود. شرط همین. نوکران پادشاه طاهر را بسته به یک کنار دوردست مملکت به بیابانی بیگیاه برده پرتفته بودند. زهرا باشد توسط کنیزکانش کاروانها را التماس میکرد که هر کجا روند طاهر را بجویند و خبری از او بیارند. کار زهرا روز تا شب گریه بود. روی میجگان خمیده‌اش و رخسار چون برگ گل لطیف و زیبایش به ایست دردانه‌های اشک می‌درخشید. او میگریست و میگفت خوابم نمیبرد که خوابت بینم. در کوفته نمی‌گنجد تنی مسکینم. نه شب قرار دارم نه روزی دراز تحسین که نمی‌کفد دلی سنگینم. دوری ز من و ز من سلامت بادا. جان و دل من فدای نامت بادا. من بی تو نفس نمی‌کشم در عالم. بی من تو نفس کشی حرامت بادا. این کولی دراز آب ندارد چی کنم. دو چشم سرم خواب ندارد چی کنم. دو چشم سرم راه تو را می‌نگرد تا تو می‌آیی جبر از سرم می‌گذرد. ساربانها هر جا که رفتند به امید به گوش طاهر نامراد رسیدن سرود دلخراش زهرا را می‌خواندند. طاهر باشد در بیابان خشک و خراب گشنه و تشنه می‌گشت. تنها محبت زهرای عزیزش مدار دلش بود. یک روز در دامنه کوه قدم می‌زد که نوحه دلخراشی به گوشش رسید. نوحه‌گر گشته و برگشته نام او را به زبان می‌گرفت. طاهر حیران شده سوی سراینده شتافت. نزدیک شده دید که کاروانی می‌گذرد و یکی طاهر را یاد کرده با آهنگ شورانگیزی می‌سراید. ای طاهر خوارزار، زهرا به تو انتظار. با دل پاره پاره با دیده بره چار. غم او را کنار نیست، دل او را قرار نیست، بخت او را برار نیست بی طاهر دلافگار. خواب سرش پریده، شادی از او رمیده، قامت او خمیده ز درد هجرت زور. یادم نیست گفت طاهر از سرود تو صدای دل زهرای مهربانم را میشنوم. گوی که از کجا می‌آیی و این سرود را از کی شنویده ای؟ از کی میگویی؟ از خود زهرای نازنین. وی به ما فرموده است که سر تا سر عالم گردیم و طاهر عزیزش را سراغ کنیم. اگر در یگان جا دید مانیم گرفته بریم. طاهر خرسند شده گفت طاهر خوارزار، طاهر دلافگار منم. این طور باشد گفت کاروانی به این اشتر سوار شو، ما تو را پیش زهرا میبریم. کاروان روان شد. چند شب و چند روز گشته به منزل برای طاهر عزیز و دلخواه رسیدند. با برگشتن طاهر را شنیده مرغ دل زهرا زنده شد. وی محبوب خسته و خراب بیحالش را به باشیشگاه برد. ولی خوشبختی دلدادگان دیر نپایید. جاسوسان سیح بهادر از برگشتن طاهر خبر یافته این خبر را به او رسانیدند. همان زمان سیاه بهادر به پدر زهرا اعتراضنامه فرستاد. طاهر برگشته چند وقت است که با دختری تو عیش و عشرت داشته است. اگر او را نیست نکنی تخت و تاجت را زیر و زبر کرده هم سر تو را میگیرم و هم سر دخترت را. پادشاه سخت ترسیده و همان زمان وزیرانش را جیغ زده مصلحت پرسید. از طاهر خلاص شدن لازم.
گفت وزیر دستی راستش کشتن او ابال است. هرچی نباشد پسر وزیرتان، لیکن اگر به صندوق انداخته به دریا پرتوییم گم شده می رود و دیگر گشته نمی آید. این فکر پادشاه معقول شد. وی دوریگرها را فرمود که یک صندوق کلان سازند. بعد طاهر و صندوق را به لب دریا آوردند. زهره غمگین و مایوس رسیده آمده به چشم گریان و دل بریان به طاهر نگاه کرده گفت چشمی بدی کس هیچ به چشمت نرسد. آتش به وجود عشق پرستت نرسد. مردم جهان همه دعا میگویند هر جا رفتی هیچ شکستت نرسد. طاهر گشت و گفت زلف سیاهت مسلسله دل من، لعل لبت گره گشای دل من دل ندهم به کس برای دل تو دل ندهی به کس برای دل من. زهره در جواب گفت دریا که کلان شود ادایش کی کند؟ دو دل یکی شود جدایش کی کند؟ دو دل که یکی شود جدایش مشکل، هر کس که جدا کند به غم درماند. طاهر گفت به جانان الوداع گفتیم و رفتیم، به جان دل دعا گفتیم و رفتیم. همان یاری که به ما بود الفت، نگه داره خدا گفتیم و رفتیم. پادشاه این حال را دیده فرمود که زودتر به صندوق اندازند و محکم کرده به دریا پرتویند. نوکرانش فرمان او را اجرا کردند. صندوق لب لب کنان روی آب روان شد. به دیری نگذشته غیب زد. رفت بعد چند روز از پهلوی یک نیم جزیره گذشت. این وقت صندوق را 3 دختر دیده ماندند که دختران پادشاه همین مملکت بودند و هر روز آمده آبازی میکردند. هر کس صندوق را گرفته برآرد مال صندوق از آن اوست. گفت دختر کلانی. این گپ را هر 3 معقول دانستند و دختر کلانی خود را به دریا انداخت. شنا کرده رفت هرچند دست انداخت موج دریا مانع شد و صندوق را داشته نتوانست. بعد دختری میانه پرید. این هم هرچند کرد نتیجه نداد. دختری خردی که نامش گوهر بود گفت اپاها شما از آب برآیید من یک حرکت کنم شاید بختیارم شود. اپاهایش از آب برآمدند. گوهر خود را به دریا پرتافت. وی شنا کرده به صندوق نزدیک شده دست انداخت. گوشه صندوق به دستش آمد. گوشک را محکم داشته صندوق را کشیده به لب دریا آورد. 3 خواهران صندوق را از دریا برآورده نگاه کردند که جای میگشادگی ندارد. خواستند بشکنند. همین وقت از درون صندوق شرقست برآمد. سرپوشش گشاده شد. دیدند که یک جوان نازنین خوابیده است. چنان نازنین که مثل و مانندش را هیچگاه ندیده بودند. همان زمان به پادشاه خبر دادند. پادشاه نوکرانش را فرستاده صندوق را که طاهر در درونش بود به قصر آوردند. طاهر در راه کوفته و بیمار شده بود. به طبیبان فرمود که او را طبابت کنند. چند روز گذشت. طاهر حال گرفت. فربه و تازه نازنین‌تر و زیباتر شد. بعد از این دختران مصلحت کردگیشان را به پدرشان گفتند. پادشاه راضی شد و گوهر را به طاهر نکاح کرده دادند. بعد توی طاهر به گوهر سرگذشتش را نقل کرده گفت زهره نور دیدگانم، عقل و هوشم، خرسندی دلم، آرزوی امیدم. نمیخواهم به وی بی‌وفایی کنم. من تو را از زهره زیادتر دوست داشتم. گفت گوهر یک رو مباش. محبت اولین صمیمی و گرم و جوشان مرا رد نکن. طاهر آهی به درد کشیده گفت به زهره جان من این جهان را چی کنم؟ به او گل سرخ ارغوان را چی کنم؟ به او گل سرخ ارغوان بسیار است، دل میل او دارد، دیگران را چی کنم؟ گوهر زاری ها کرد، تولا کرد که طاهر نامرادش نکند. طاهر باشد از گوهر التماس میکرد که او را به حال خود گذارد، یادی پرصفای زهره دلارامش را تیره نسازد. همین خیل تا سحر گپ گذرانی کردند. سحری خواب گوهر برده ماند. طاهر خیسته لباس دیگر کرد و نامعلوم از قصر پادشاه برآمده رفته راه کوه بیابان را پیش گرفت. رفت بعد چند شب و چند روز به پایتخت مملکتش رسید. باز دو دلداده از دیدار همدیگر لذت گرفتند. خوشبخت بود زهره، خوشبخت بود طاهر.
ولی این دفعه هم شادکامی های طاهر و زهرا دیر دوام نکرد. سیاه بهادر بیرحم و دلسنگ باز از برگشتن طاهر خبر یافته به پدر زهرا تهدید کرد. قصرت را به زمین یکسان میکنم، سرت به دار میرود. پادشاه دیوانه شد، فرمود که طاهر را به دار آویزند. در پیش چشم پادشاه سیاه بهادر طاهر را به پیش دار آوردند. طاهر سوی دار میرفت و میگفت دلی دارم که از سلطان نترسد، زبندی کنده و زندان نترسد. دل عاشق مثال گرگ گشنه که گرگ گشنه از چوپان نترسد. زهره‌ام آفتاب بختت، مهربانم الوداع. نور چشم سرو دل، آرام جانم الوداع. میروم از این جهان در دل فغان و نامراد. خوش بیمان و خوش باش ای زهرا جانم الوداع. زهرا چند روز لباس سیاه پوشیده عذاب گرفت. او را غم یار جوانمرگش مثل شمع آب میکرد. وی آب میشد و طاهرش را یاد کرده میگفت تاج بودی بر سرم، لاله بودی در رخم. تاج افتاد از سرم، لاله پرید از رخم. داد از دستت فلک، صد داد از دستت فلک. وی میخواست به سر قبر طاهر رود و گریه ها کرده دل خالی کند، اما با فرمان پادشاه او را 40 کنیزک روز و شب پاسبانی میکردند. زهرا یک روز لباس سیاهش را کشیده، سر و لباس ایدانه پوشیده، به سر و گردنش حلقه و شده و انگشترین و دستمانه قیمتبها انداخته به کنیزکان گفت میبینم که از عزا گرفته گشتن من نه به طاهر فایده و نه به من. از همین روز سر کرده عزاداری بس. دلم سیر چارباغ میخواهد. یک کنیزک فی الحال پیش پادشاه رفت و گفهای زهرا را گفته داد. پادشاه شاد شده گفت میلش سیر باغ کند. زهرا در احاطه 40 کنیزک به چارباغ پدرش روان شد. مدتی سیر و گشت کرده بعد به کنیزکان گفت من امروز میخواهم که شما من بر این خرسند باشید. همین سخنان را گفت و تمام زر و زیور سر و دست و گردنش را به 4 طرف پاش داد. انا چیده گرید گفت 40 کنیزک یکدیگر را تیله داده به چیده گرفتن زر زیور اندرمان شدند. زهرا فرصت را غنیمت دانسته آهسته از چارباغ برآمده به سر گوری طاهر آمد. وی در پیش خاکداده قبر نشسته زار زار گریه کرد و بعد از بغلش خنجر تیز آبدار را برآورده دل صافونکش را پاره کرد. کنیزکان زر و زیور چیده شده به این سو آن سو نگاه کرده ندیدند که زهرا نیست. دادگویان و فغان کنان پیش پادشاه رفتند. پادشاه در غضب شده به نوکرانش فرمود که تمام شهر را کافته زهرا را یابند. نوکرانش کافته به سر قبر طاهر آمده دیدند که زهرا خاک تپه او را آغوش کرده است. رفته حادثه را به پادشاه گفتند. پادشاه گریان و نالان به سر دخترش آمد، اما گریه او هرچند دلخراش بود سودی نداشت. زهرای ناکام را در پهلوی طاهر دفن کردند. مدتی گذشت و دیدند که از گور هر دو یک بوتگی گل رویده است و گلها به همدیگر پیچیده. مردم این گلها را عاشق پیچان نامیدند. گلی کرنه شکل بنفش رنگی با نزاکت که حالا همه جای می روید، نشانی است از عشق بیزوال طاهر و زهرا.